تصور کنید تمام دنیای شما فقط یک اتاق 12 متریه. تصور کنید که از لحظه تولد چیزی جز این اتاق رو ندیده باشید. درخت فقط یک تصویر توی کتابه و اکثر موجوداتی که در این اتاق وجود ندارن فقط یه افسانه. این کتابیه که بر اساس پرونده های واقعی مثل مورد جوزف فریتزل نوشته شده، یعنی پرونده هایی که در اون دختری اسیر شده و در همون اسارت بچه دار. اتاق روایتگر زندگی یک کودک 5 ساله به نام جکی که همینجا به دنیا اومده، تو همین اتاق بزرگ شده و الان دنیایی به وسعت همین اتاق داره. اما اینجا یک تفاوت بزرگ وجود داره. مادر میدونه که زندانیه، ولی جک فکر میکنه این اتاق تمام جهانه. این از خلاقیت مادرانه‌ای سرچشمه میگیره که به جک یاد داده اشیایی مثل میز و صندلی و فرش دوستای اون هستن و دنیاهای بیرون فقط یه افسانه. و درست همین جاست که نویسنده کتاب از ما میپرسه آیا واقعا ندانستن کلید خوشبختیه؟ نکته جالب اینجاست که این داستان از زبون جک روایت میشه، یعنی یه زبون کودکانه و البته راوی که هیچ شناختی از دنیا نداره. این موضوع شجاعت نویسنده رو اثبات میکنه. اگه به اعماق این کتاب شیرجه بزنید بهتون قول میدم تپش قلب خواهید گرفت. لحظه هایی میرسه که با استرس صفحه ها رو ورق خواهید زد. اما قضیه فقط همین نیست. این کتاب یه مطالعه عمیق روانشناختیه و با خوندنش خروارها سوال فلسفی به ذهنتون هجوم میبره، سوالهایی که گریز ازشون امکان پذیر نیست. اتاق کتابی درباره امید، بقا و معنای واقعی آزادی. پیشنهاد من اینه که همین حالا یه گوشه دنج بجورید، فضا رو تا حد ممکن تاریک کنید و وارد اتاق جک بشید. و هر زمانی که بالاخره ازش فرار کردید به اینجا برگردید و تک تک سوالهایی که به ذهنتون رسیده رو برام بنویسید. من یک کتاب خون سادم و اینجا از کتاب ها میگم.